سلام بچه، این شهاب سنگ رو با یه چند تای دیگه امروز کشف کردم، پیدا کردم. امیدوارم ببینید و لذت ببرید. بچه ها اینا دو تیکه بودن. این تیکه بالایی رو من وقتی پیدا کردم متوجه شدم که اینا از دو تا بودن، یعنی این هر سنگی بوده تیکه شده. اون اطرافو گشتم 1 متر این من اون بر تیکه پایینی رو پیدا کردم. ببینید از اینجا اینجوری شکسته بود. حالا من با قطره چسبوندمش و بافتش هم فیلم گرفتم، عکس انداختم بهتون نشون میدم، میذارم ببینید. برخلاف ظاهرش بافت سبز رنگی داره، حالت به حساب برگه های مثل برگه است، برگه های